محصول کوچیک و اقتصادی که توی ایران قراره با قیمت عجیب غریب به فروش برسه. امروز میخوام راجع به کیا سونت باهاتون صحبت بکنم، راجع به قیمتی که اصلا من نمیدونم چجوری بخوام بیانش بکنم، با چه منطقی. یه بررسی مختصر انجام میدیم و بعد راجع به این داستان هم صحبت میکنیم. اگه چنل رو سابسکرایب نکردید رفیق عزیزم حتما این کار رو انجام بدید، زنگوله بابا رو بزنید که آخرین ویدیو بیاد تقدیم نگاه قشنگ و زیباتون بشه. پیج اینستاگرام ما هم فالو داشته باشید. خوشحال میشم که رو هر دو تا پلتفرم در خدمت شما سروران و بزرگان باشم. با من باشید، بریم سراغ ادامه ویدیو. سلام خدمت تمام رفیقای عزیز، حالتون چطور؟ امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. من محمد رضام و اینجا هم خودرولاینه. امروز اومدیم سراغ بررسی مختصر کیا سونت. میدونم که خیلیاتون شاید اسمش رو تازه میشنوید یا خیلیاتون پیگیرید میخواید ببینید ارزش خرید داره یا نه. گفتم که این ویدیو بسازم مخصوصا راجع به قیمت عجیب غریبی که اومدن اعلام کردن، یه چی اولش 1 میلیارد 800 تومن، حالا 1 میلیارد 700 و خورده ای، کاری به داستانش ندارم. این ماشین 1 میلیارد 800 قیمت گذاری کردن توسط کوشا خودرو، میخواد بیاد توی بازار. اوکی تا اینجا همه چی غیر منطقیه. خود راجع به کیا سونت بخوام یه تاریخچه بدم، یه خودرویی که بر بستر پلتفرم هیوندای کیایی و سال 2020 کلا برای کشورهایی که خب جهان سومی هستن، مثل هند، مثل اندونزی، مثل کشورهایی که خب بالاخره اون چی میگن پوزیشن اولی و جایگاه اولی و دنیا اولی رو ندارن، اومدن برای اینا خلاصه طراحی کردن. هیوندا هم البته داره، اگه اشتباه نکنم اسمش رو الان درست حسابی یادم نمیاد، هیوندا ونیو بود اگه اشتباه نکنم. دقیقاً همین داستان هم تو اون خودرو هست و اومدن که برای ایران ما هم خلاصه این ماشین وارد بکنن. هدف این ماشین کلا گفتم جهان سوم، قطعاً قیمت خیلی پایین مد نظرشونه، اکونومی بودن و اقتصادی بودن مد نظرشونه و ماشینی نیست که بگیم استخوان بندی کیا یا هیوندای پشتشه. یعنی اون ماشینی که تو ذهن ماست واقعا اون نیست. خب اینو بهتون بگم، نرید بخرید فکر کنید کیای اورجینال خرید. کیای به درد بخوری خلاصه نیستش، یعنی برای بازارهایی که برای جهان سومی هستش وجود داره. بریم سراغ طراحی ظاهریش. من دیگه بیشتر از این تاریخچه نمیگم چون همینه، واقعا چیز خاصی نداره بخوام مانو بدم. بریم سراغ طراحی ظاهریش، اونجا ببینیم که داستان چه خبره. به نمای جلوی کیا سونت که نگاه میکنید، خب المان طراحی کیا مخصوصا تو بحث جلو پنجره، الان من بهش میگم ببری جون، پلنگ جون، حالا هر جور که دوست دارید الکی المان نذارید براش. یه المان معروف کیا که خب تو ماشینایی که تو سال 2017 بود خیلی استفاده شد و توی سونت هم میبینیم. ما کلا طراحی شیکی داریم نسبت به قیمتی که حالا بهتون میگم، هولوش مدل پایش $9000. یعنی شما اگه با 50 هم حساب بکنیم میشه 450 میلیون، 100% هم گمرک ببندی میشه 950 میلیون. چه جوری شما اومدی 1.8 داری میفروشی؟ حالا من خودمو نگه میدارم جلوتر بهتون میگم. المان جلو پنجره خیلی جالبه، تقریبا رفته توی قسمت مکمل شده با چراغ و یه تکسچر لوزی روی خود جلو پنجره است که من توی نمایندگی کوشا خودرو خودم دیدم و این لوزیه که دارم، یعنی این تکسچر، این جنس، این بافت توی ماشینم تکرار شده که واقعا میفهمید که آقا حداقل طراحی کیا پشتش بودن. تو قسمت سپرم میشکن گرد داریم که البته رفته توی دونه فریم و به نظر من جلوه خوبی داره. اون پایینم که دوباره یه ایرینتک خروجی هوا قسمت پایین سپر داریم که تناسب طراحی خیلی خوبی ایجاد کرده. خطوط روی کاپوت هم خیلی منطقیه، سعی کرده یه ذره حجم کار بکنه که بگه خب ما یه ذره قلدریم ولی کوچیکیم، یعنی خاک پای همه بزرگا هستیم و طراحی شیکی داره از نظر من. یعنی جلوش قابل قبوله و واقعا میتونه که حداقل با خودروی تو این قیمت خوب رقابت بکنه. توی قسمت بغل هم خیلی تو رفتگی ما ببینیم یه طراحی نامتقارن عجیب غریب از نظر من، مخصوصا ستون سیاه، ستون آخر که اومدن انگار به زور ماشین رو کراس بکنن، کامپکتش بکنن، کتلتش کردن و طراحی خوبی که نمیتونم بگم نداره، طراحی جالبی هم نداره. من بیشتر از اون تو رفتگی دراش خوشم اومد که به نظرم ظاهر جذابی داره، رینگای 16 اینچی داره این ماشین که البته بازم معلوم نیست کوشا خودرو این کلا
کدوم تریمو بیاد استفاده بکنه. ولی وقتی به بغل ماشین نگاه میکنید اون حس چی میگن، اون حس اقتصادی بودن بیشتر میزنه جلو چشتون. میفهمید که با یه ماشین خوش طراحی شده نیست. بعضیا تو رسانه‌ها میرفتم میدم یه تعریفی از این ماشین میکنن، بابا 9000 تاست. اوکی، منم قبول دارم که خودرو اقتصادی نباید ازش توقع داشته باشی، ولی 1 میلیارد و 800 آیا بگم یا نگم؟ چیکار کنم؟ بابا 1 و 800 این ماشین خنده داره واقعا. و تو قسمت بغل به نظر من که خیلی جا برای بهتر شدن داره، ولی با توجه به اینکه خودرو اقتصادی توی سگمنت های جهانی است ما میگذریم. توی قسمت عقب ولی وضع بهتره. چراغایی که خب شبیه اسپورتای جای 2016 به بعد هست و به نظر من جذابه. تو نمونه که کوشا آورده بود بیسیک بود، حتی لامپاش هم هالوژنی بود و خبری از LED یه تیکه درست حسابی نبود. ولی انشالله که این داستان باشه. عقب هم یه دیفیوزر نقره‌ای داریم که حالا یه 2 تا سولاخ گذاشته، حالا نمیدونیم برای چی. یه من شکم هم پایین و یه طراحی تخت مانند که باعث میشه که خیلی ماشین جمع و جور بیاد. حالا این که آقا داستان چرا انقدر تو هندینا پرفروشه این ماشین، اینی که تو هند ما یه قانونی داریم، میگیم آقا زیر 4 متر بود مالیات نزدیک به 0 میکنن تقریبا برای خرید، و این ماشین هم دقیقا زیر 4 تقریبا. و توی هند به خاطر خیلی پرفروشه، یعنی به خاطر کیفیت ساخت و نمیدونم طراحی نیستش. این الکی بعضیا نیان قالب بکنن پاچه بکنن بگن خود پوفوش توی سر تا سر جهانه، نه همچین داستانهایی نیست. اگه بخوام از 10 به طراحیش نمره بدم، نمره 4.5 فکر کنم براش مناسب باشه، چون خود من اصلا این سبک طراحی دوست ندارم. فقط قسمت جلوش از نظر من هیجان انگیز بود. حالا تو تیم‌های مختلف اومدن حرکت‌های مختلفی زدن، یعنی شما برید ببینید نمونه فولترش مثلا سر اگزوز داره، یه لیپ نقره‌ای هم زیرش داره که قشنگتره، ولی بازم اون طراحی نیست. یعنی به نظرم اون 4.5 انتخاب و امتیاز درستیه. بریم سراغ طراحی داخلیش. بریم طراحی داخلیش چجوریه. ببینید خب اول این که بگیم خودروی $9000 این شکلیه، خب خیلی قشنگه. یعنی المان طراحی که کیا اومد استفاده کرده واسه این خودرو برای $9000 فوق العاده است. یعنی شما حساب بکنید دیگه، $9000 مثلا اگه با دلار 30 وارد میشد میشه 270 تومن، اون بر مثلا 500 تومن میومد مثلا با تارا و شاهین رقابت میکرد. خب قطعاً طراحی خوب و پخته‌ای داره. حالا بعضی نریزن سر منو، ولی خب طراحی خوبی داره. ولی واسه خودرو 1.8 هیچی نیست بچه‌ها. مثلا نمونه بیسیکی کوشا آورده اون تهویه مطبوع دستی و زننده. حالا یارو میاد تو ویدیو تبلیغ میکنه میگه که برای پرتاب باد نمایشگر گذاشته، شما میزنین نور روشن میکنه. آفرین آفرین که از کوشا خودرو پول گرفتی بیا این حرفا رو بزنی. فرمون دیکات نیست، فرمون چرم نیست، مانیتور کلاستر توی خط تقریبا، یعنی یه جور القا میکنه که انگار توی خطن. کلاستر آنالوگ، خبری از دیجیتال نیست، فقط چیپ وسط دیجیتالی و سرعت سنج که خب اکونومی بودن داد میزنه دیگه چجوری باید بهتون بگه. صف نمایشگر خودرو هم که تلفیق لمس و دکمه است که چیز خیلی نرمال و معمولیه، ولی باز این لول باز بد نیست. دریچه‌های کولرش خیلی استانداردهای طراحی خیلی قشنگی داره، من خودم خوشم اومد. مخصوصا اون تکسچری که گفتم تو جلو پنجره لوزیه، داخل دقیقاً این دریچه هم از اون المان استفاده کردن. سردنده CVT رو می‌بینیم که تو قسمت فنی صحبت می‌کنیم. صندلی‌ها پارچه‌ای هستن و البته امکان داره نمونه چرمش هم بیاد. تو بعضی از نمونه‌های کوشالا جالبش اینه که سانروف بود، تو بعضیاش نبود، سقف فلز بود. ولی حالا بود و نبودش اونقدر فرق نمیکنه. خبری از آپشن های عجیب غریب برای خودرو 1.8 نیست، یعنی خیلی از آپشن ها رو نداشت متاسفانه، که حالا من خیلی راجع به این صحبت نمیخوام بکنم چون تریم های مختلف امکان داره بیاد. ولی نمونه بیسیک هیچی نداره بچه‌ها. یعنی یه سنسور نور داره، یه سنسور باران داره، کروز کنترل داره و مانیتور. همین. نه خبری از گرمکن هست، نه خبری از راداری هست، هیچ. و فضای کابین هم فضای بدی نیست. خیلی این ماشین کوچیکه، یعنی فکر نکنید رفتید کراس اوور خریدید. در حد 2008 توی چی مایه‌های 2008 و برای ماها که قدمون بلنده اصلا مناسب نیست این ماشین. یعنی فضای عقبش که اصلا قدتون زیر 1.80 میتونید استفاده کنید، بالای 1.80 کلا بیخیالش بشید.
پلاستیک خشک سر تا سر ماشین خب $9000. $9000 جای دیگه بهت لپ لپ میدن، ولی اینجا ماشین بهت میده بالاخره کیا. ولی تو ایران 1.800. خب قطعا شما مثلا چرا مثلا یارو نره لاماری ایما بخره، چرا نره فیدیل و دیگنیتی بخره؟ یعنی عقلش رو از دست داده به خاطر اینکه چون کیاه من برم بخرم؟ قطعا پاسخ خوبی نیست. بریم تو مشخص فنی، خیلی ویدیو نمیخوام طولانی کنم، بریم اونجا یه ذره صحبت باتون داشته باشم. رسیدیم به بخش مشخصات فنی، جایی که بیشترین علاقه رو خود من دارم. این ماشین یه موتور 1500 سی سی تنفس طبیعی، 112 تا 114 اسب بخار هورس پاورشه، اسب بخارشه، 143 تا 147 نیوتن متر هم گشتاورشه که با گیربکس CVT وارد بازار کشورمون شده. البته نمونه های مختلف این ماشین داره، 1 لیتری توربو داره، 1.5 دیزل هم داره، 1.2 هم داره، ولی خب این 1.5 تنفس طبیعی از لحاظ دوام و کارکرد خب جوابه. ماشین اونقدر بزرگ نیست که بگید 1.5 چیه براش، خیلی نرمال، یعنی سواری در حد ماشین های بسیار معمولی که حالا توی داخل کشورم داریم خیلی شبیه هموناست. و ماشین دیف جلوه، فاز آفرود باش ور ندارید، یارو میاد تبلیغ میکنه میگه میتونید ببرید توی خاکی. ماشین خاکی هم نیست، یعنی شما با این چیزهایی که روی این ماشین هست، این پلتفرمی که حالا معلوم نیست از کجا در آورده هیوندای کیا داره استفاده میکنه، کلا ماشین بدی نیست بچه‌ها. بخوام نتیجه گیری بکنم حتی با این مشخصات فنی که خدمتتون عرض کردم برای خودرو $9000 بسیار منطقی و درستیه. یعنی شما چیه مثلا $9000 انتظار داری مثلا گیربکس دابل کلاج مثلا PDK پورش برات بذارن؟ نه، CVT میذارن، موتورم 1.5 میذارن، خیلی طبیعیه. ولی 1,800,000 واقعا میارزه برای این ماشین؟ جواب نه، بسیار محکمیه بچه‌ها. سونت اصلا رو این قیمت ها نمیارزه، اصلا دیوانگیه به نظر من 1,800,000 بابت این ماشین. ماشینی که نه پرفورمنس قوی تری داره نسبت به بقیه ماشینای چینی که بگیم چینی ها رو بزنه زمین، یعنی هر چینی که بیارید باز موتورش قوی تر از اینه، سطح آپشناشون که قطعا بیشتر از اینه. مثلا خودروی 800 میلیونی چینی خیلی از این بیشتر آپشن داره. تو بحث طراحی هم چینی ها اونقدر ضعیف نیستن که بگم نمیتونن با این رقابت بکنن، ولی با این قیمت هیچ جوره. یعنی مردم رو واقعا نمیدونم چی فرض کردن، واقعا نمیدونم. و اگه بخوام از 10 به این ماشین نمره بدم با توجه به قیمت 1,800,000 بچه‌ها، البته ببینید اگه لحاظ نکنم میتونه تا 6.5 این ماشین ریت بگیره، ولی با توجه به این قیمت بیشتر از نمره 4 نمیشه بهش داد. یعنی این 4 تا هم که داریم میدیم به خاطر طراحی جلوش، به خاطر طراحی خلاقانه داشبورد و به خاطر برندش داریم میدیم، وگرنه ماشینی نیست که فکر بکنید واقعا جوابگوی نیازهای شما رو قیمت 1,800,000 باشه. اینم از این یه مختصر ریویو کردیم که تست درایوش به راجع به توی تست درایوش بیشتر راجع بهش صحبت میکنم قطعاً، و کلی نقاط مثبت منفی داره که بعدها توی تست درایو خواهم گفت. مرسی که تا انتهای ویدیو ما بودید. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کارو انجام بدید، زینگول بابارم بزنید که آخرین ویدیو بیاد تقدیم نگاه حضورتون بشه. پیج اینستاگرام هم داشته باشید، کلی ایونت ها، اخبار و اطلاعات خوب رو هر دو تا پلتفرم در اختیار شما قرار میگیره. تا یه برنامه دیگه و یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.